الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 18 از شرح اعتقاد رازیین ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی، کتاب به نام اصل السنه و اعتقاد الدین است. ما در 2 حلقه یا در 3 حلقه گذشته درباره فضیلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و فضیلت صحابگان رضی الله عنهم و درجات آنها و تقسیمات آنها بیان کردیم و این چنین بیان نمودیم که آن فتنه هایی که رخ داده است، اون حادثه هایی که بین صحابگان به مانند جنگ جمل و جنگ ستین به وقوع پیوسته است، ما باید نظرمون این باشد که در این مسئله ساکت باشیم، زیرا واقع شدن به اختلاف بین صحابگان در این جنگ ها یک راه است برای گمراه شدن. منهج سلف صالح این بود که در این مسئله سکوت را اختیار می کردند. از همین جهت علما می گویند این واقعه هایی که بین صحابگان شده است یک دروازه هست برای انسان که به واسطه همین دروازه شاید گمراه بشود. و بالخصوص امروز در حقیقت می بینیم که رافضه ها لعنهم الله به واسطه همین جنگ هایی که در بین صحابگان شده است مردم را به فتنه دچار می کنند. می خواهند یکی از قسم صحابگان را عیبدار کنند و قسم دیگر را بالا ببرند و همچنین شبهات را در بین مردم می کارند و بالاخره کسانی که علم ندارند، کسانی که از منهج اهل سنت و الجماعت بیخبرند، به همین راهی قضاوت کردن در بین فتنه که در بین صحابگان شده است سبحان الله به گمراهی داخل میشند. و امروز رافضه ها، تاجیک های رافضه شده، مرتد شده ها، همین بهترین راهی که استفاده میبرند برای گمراه کردن مردم و برای شک و شبهه انداختن آنها، همین راهی صحبت کردن در بالای جنگ هایی که در بین پیامبر شده است. هر کسی را میبینید که در همین موضوع زیاد صحبت میکند، عیب و بی عیب را گفتگو میکند، در این طرف و آن طرف صحبت میکند، بدانید که این گمراه است، بدانید که این فتنه‌گر است و بدانید که این نیت یگان بد و خباثت دارد. زیرا که هر کسی که از اهل عقیده باشد، از اهل توحید باشد، از اهل سنت و الجماعت باشد، در این مسائل صحبت نمی کند. بله ما دیدیم به نام ایشان ها، به نام مولوی ها، به نام ملاهای بزرگ و کلان تاجیک را که در بین صحابگان خود را قاضی اعلان کردند و در جنگ واقع شده بین حضرت علی و معاویه رضی الله عنهم قضاوت کردند و در حق معاویه رضی الله عنه سخنهای ناسزا گفتند و البته که این یک شقاوت است، یک بدبختی است، یک جهالت است. بارک الله فیکم. پس این دور شدن از منهج تابعین تبع التابعین است و همین سبب می شود که انسان واقع شود به طعنه صحابگان، بد کردن صحابگان را با همین دروازه شروع می کند. طرف حضرت علی می شود حضرت معاویه را، یا حضرت معاویه حضرت علی را، یا در بینش نسبت یکی از این جماعت ها بدبینی به وجود می آید و بالاخره به گمراهی می برد. پس طعنه زدن به صحابگان چه حکم دارد؟ حکم طعنه کردن صحابگان و دشنام دادن آنها. البته که این
تفصیل دارد. دشنام دادن بگویم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تحقیر کردن و بدی یاد کردن اینها به دو قسم تقسیم می شود. هر کسی که صحابگان را طعنه زند، همون صحابگانی که فضلشان متواتر ذکر شده است و طعنه اش به خاطر دینشون باشد، یعنی به خاطر دینی همون صحابگان را طعنه زند، بد ببیند، یا که یک جماعت بزرگ صحابگان را تکفیر کند، بگوید که صحابگان مرتد شدند، بعد از پیامبر کافر شدند، یا که ابوبکر و عمر را اعوذ بالله لعنت بکند و حکم کافری به اینها بدهد. هر کسی که همچنین عقیده داشته باشد این کافر است، این مرتد است به سبب تکفیر کردن صحابگان، به سبب دشنام دادن صحابگانی که فضلشان متواتر ثابت شده است. چرا؟ برای آنکه از این سخنشان برمی آید، یعنی کسانی که بهترین صحابگان را طعنه میزنند، دشنام میدهند، از این دشنامشان چی برمی آید؟ طعنه زدن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کسی که به صحابگان طعنه میزند بر رسول الله طعنه میزند. خیلی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، میگن که هر کسی که دوست داشت صحابگان را فبحبی احبهم، به سبب محبت من آنها را دوست داشته است، و کسی که آنها را بد دید مرا بد دیده است. از همین جهت طعنه زدن به صحابگان قسم اولش انسان را کافر میکند. هر کسی که صحابگان را طعنه بزند، دشنام بدهد، کافر میشود، به خاطر اینکه یک مسئله معلوم من الدین بالضروره را انکار کرده شده است. این چی است؟ معلوم من الدین بالضروره چی است؟ این اقرار کردن فضیلت صحابگان که متواتر ذکر شده است. همین چیزی متواتر ذکر شده را، آشکار واضح ذکر شده را، معلوم من الدین بالضروره را انکار کرده شده است. به مانند طعنه زدن ابوبکر و انکار فضلش، انکار خلافتش و انکار صحابه بودنش، یا که مثلشون عمر و عثمان و علی، و انکار فضلشون و انکار خلافتشون و بد کردن و دشنام دادنشون، و این چنین آدم را کافر میکند. اتهام و تهمت زدن به مادرمان عایشه رضی الله عنها، چخیلی که امروز رافضه ها هر دو این عقیده باطل را دارند، هم صحابگان را دشنام میکنند، انکار فضلشون میکنند، و هم خلافتشون را، و هم مرتد میگند اعوذ بالله. حتی ابوبکر و عمر را جبت و طاغوت میگند. مادرمان عایشه رضی الله عنها صدیقه بنت صدیق افضل زوجة نبی صلی الله علیه و سلم را چی میگند؟ اعوذ بالله تهمت به فاحشگی میزنند. یا کسی غیر از عایشه دیگر زنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرهایمان را تهمت به فحش بزند. این چنین انسانها کافر است، زیرا که اتهام کردن، طعنه زدن در حق مادرمان عایشه این دروغ شماریدن قرآن است، زیرا که قرآن آشکار واضح پاک بودن مادرمان عایشه و براءتشان از این تهمت را اعلان کرده است از بالای 7 آسمان. کسی بیاد نه عایشه را باز متهم بکند، اعوذ بالله مادرمان رضی الله عنها را، این کافر است، پیش از این مسلمان باشد مرتد است. زیرا که طعنه زدنی مادرمان عایشه و دیگر زنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادران مسلمانهای مؤمنان، طعنه به کی می رود؟ به شوهرشون. طعنه به پیامبر صلی الله علیه و سلم است، طعنه به دین است. و طعنه اینچنین یا که بگیم دوم سببش که این اساس است دروغ شماریدن قرآن است. الله سبحانه و تعالی در قرآن چی میگه؟ و ازواجه امهاتهم، زنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرهای شماند، صحابیه هایند و مادرهای همه مؤمنانند. بدترین طعنه و تهمت برای یک مرد این است که زنش را شما اعوذ بالله طعنه به فحش بزنید. چخیلی که امروز رافضه ها لعنهم الله پیامبر صلی الله علیه و سلم را طعنه به فحش، بگیم زنشون را طعنه میزنند،
میگویند که ما به پیامبر کار نداریم، پیامبر را دوست می‌داریم، پیامبر بهترین انسانند، پیامبر این محبوب قلبی ما، اما زنشون فاحشه‌اند. اعوذ بالله. امروز یک انسان بیاید به یکی از مردها، به یکی از شما بگوید که زنت فاحشه است، قسم به الله شما شاید او را به قتل برسانید. این چگونه دوستداری پیامبر است که صحابگان پیامبر مرتد باشند و کافر باشند و زنشان را طعنه به فحش بزنید؟ این یک ذره دوستداری پیامبر نیست، این طعنه زدن پیامبر است. این است که دین رافضه ها، این دین یهودی و دین برای نابود کردن اسلام ساخته شده و برای تفرق است و این دین شرکی و کفری است از سر و پا. اما امروز هستند همون مرتدهایی که باز همین رافضه ها را برادر میگویند. برادر. اعوذ بالله من ذلک. و باز یک سخن را به شیخ الاسلام نسبت میدهند که گویا که شیخ الاسلام علما را تکفیر کردند و عامش را تکفیر نکردند و این بهتان است و این دروغ است. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیه درباره همون شیعه های این سخن را گفتند که اینها به کفر شرک واضح گرفتار نشده و به بعضی از مسائل عقیده‌ای مثلا اسما و صفات و غیره باشد، چگونه که در اول شیعه های کم چنین بود. اما شیعه های به مانند نصیری هایی که در زمان ابن تیمیه مثل امروزه رافضه است تکفیر کردند، همش را، عالمش و عادیش و بالعین. و امروزه رافضه ها، امروزه شیعه ها همش غلو کرده. شیعه که ابن تیمیه رحمه الله گفتن که یک قسم نقضاش است امروز وجود ندارد. بله زمان، مکان، حالت، نیت تغییر یافته است. سبحان الله. بله بعضی از زنهای رسولان به مانند زن نوح علیه السلام و به زن یا زنی بگیم لوط علیه السلام کفر را اختیار کردند و با همراهی من قول کافرین بودند، کافر بودند. اما یگان نفر از زنهای یگان پیامبر فحش را انجام ندادند. خوب دقت بدید، یگان نفر از زنهای پیامبران از آدم تا خاتم محمد صلی الله علیه وسلم زن یگان پیامبر فحش را انجام نداده است. زن حضرت نوح هم فقط خیانت در مسئله خبر داد و زن لوط علیه السلام هم خبر دادند. فقط بدترین طعنه و سختترین طعنه و بدترین تهمت انا من طعنه زدن به زن رسول الله و طعنه زدن به 4 خلفای راشدین. این چه انسان ها کافر است. و البته رافضه ها اینها جسورترین انسان ها در مسئله این باطل و در مسئله تکفیر صحابگان، طعنه و تکفیر زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم و غیر هستند. این خبثا بدترین انسان هستند، چه که کتابشون به این دلالت میکند. سبحان الله. یا که نمود دیگری که آدم کافر می شود طعنه زدن به عموم صحابه، عامه، به جمهورشون. یک جماعت بزرگ صحابه را کسی طعنه بزند، این کفر است. زیرا که اجماع هست که صحابگان در یک چیزی که باطل باشد هیچگاه جمع نمیشند. همه اشون کسی که میبید و همشون رو طعنه میزند، پس این به خاطر انم صحابه بودنشون و به خاطر دینشون است که این کفر میشد. این چنین است. و حضرت مالک بن انس رضی الله عنه انم سوره فتح رو محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم را حجت میگیرند و میگویند که هر کسی که نسبت صحابگان بغض، عداوت داشته باشد این کافر است و مرتد است. سبحان الله. و به این بعضی از علما اجماع رو نقل کردند. مسئله شوخی نیست. بعضی هم میگن که خیر مسئله صحابگان این کمی این است، یگان اجازت نیست که یک کسی زبان درازی بکند. این نوع اول است و مثالش همین رافضه ها هست که ما باید این خبثا رو مشرکین بگوییم و براءت خود را از اینها اعلام بکنیم. نوع دومی دشنام دادن یا که بگوییم تحقیر کردن صحابگان که در این حالت کافر نمی شود اما مبتدع گفته می شود. یعنی سخنش در حق صحابگان بد است اما به درجه کفر نرسیده است. به مانند
کسی که یک نفر از صحابگان رو طعنه زند، یکی از صحابگان رو طعنه زند، نه به خاطر دینش، کافر نگوید، مرتد نگوید، به خاطر دینش نه. و این صحابه با کسی باشد که فضلش به تواتر روایت نشده باشد، اگرچه در قرآن عموم همه صحابگان ذکر شده است، اما خاص با یگون روایت دیگر در حقشان آمده باشد. به مانند این که مثلا یگون صحابه رو کمی سخنی بگوید که به مانند این که رنجاننده باشد، مثلا خلقشون ناز نبود یا بخیل بود یا می ترسید، همچنین سخنها بگوید، این گمراه شد، این خطا کرد، این مبتدی هست، گمراه هست، باید توبه بکند، باید توبه کننده شود، اما کافر نمی شود. اما این سخن را در حق یگون صحابه که فضیلتش متواتر است بگوید، کافر می شود. چه خیلی که علی ابن خضر ذکر میکند، چه خیلی که عبدالعزیز طرایفی حفظهم الله ذکر میکند. به خاطر چین رو مبتدی گفته میشد؟ به خاطر اینکه سخنش سخن کفری نیست، در حق صحابه بیادبی کرد، همون بزرگ شماریدنی که، همون قدردانی که الله سبحانه و تعالی از ما و رسولش از ما طلب کرده بود که نسبت صحابگان داشته باشیم، همین رو انجام نداد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اذا ذکر اصحابی فامسکوا، زمانی که در حق صحابگان من سخن میرد خودتون دارید، هر گپ نگوید. در این بگویم یک حدیث اومده است، جماعتی از صحابگان به مانند ابن مسعود، ابن عمر و ثوبان از طاووس مرسل روایت شده است. پس این است که دشنام دادن صحابگان رضی الله عنهم کفر است، نفاق است، زندقی است و بد دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از همین جهت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار گفتند لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لا يصل مد احدهم او نصفه. اگر یکی از شما مثل کوه احد بیناد بزرگ است، طلا صدقه بکنید در راه الله، مثل یک کوه به نهایت بزرگ کوه احد طلا صدقه بکنید، این صدقه طلای کرده شما که میلیون ها تن است، به مانند یک کف صحابگان یا نصف کف آنها نمیشد. برای چی؟ برای اینکه اونها فضلشون بسیار بود. پیامبر گفتن لا تسبوا اصحابی، در اول نیز صحابگان من رو دشنام ندهید، زیرا که اونها فضل دارند، اونها درجه دارند، اونها بهترین این امت هستند. پس بدترین انسان همون کسی هست که در حق بهترین ها سخن بکند. بدترین انسان ها کسانی هست که در حق بهترین ها سخن بکند. بارک الله فیکم. هر کسی که سخن کرد که مخالفی سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق صحابگان بود، یا علامت دشمنی داشت یا بغض و عداوت را نشان میداد، این کافر میشد. بارک الله فیکم. پس این عقیده اهل سنت و الجماعت است که البته صحابگان را احترام میکنند و به منهج و راه انا همین صحابگان هستند. بدانید که انمون منهج و راه صحابگان منهج حق است. هر کسی که از همین منهج صحابگان بیرون می شود و با فهم صحابگان دین را نمی فهمد و با منهج صحابگان دین را نمی آموزد و عمل نمی کرد، این گمراه است و عاقبتش جهنم است. دلیل الله سبحانه و تعالی می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيره.
یعنی چی؟ هر کسی که مخالفت کند رسول الله را بعد از نازل شدن و آشکار شدن و بیان شدن قرآن و سنت، بعد از آمدن قرآن، بعد از فهم، بعد از هدایت پهن شدنش، بعد از علم به وجود آمدن، کسی که از منهج رسول الله بیرون شود، مخالفت به منهج رسول الله بکند و پیروی کند و یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر راه مؤمنان را، مؤمنان که انا همون صحابگان شاگردان رسول الله را، یعنی همون راه را بگیرد که مخالف راه رسول الله و مخالف راه صحابگان است. پیروی از صحابگان نکند. پیروی چگونه می شود به صحابگان؟ هم قول شما، هم قلب شما و هم عمل جسمی شما باید مثل صحابگان باشد. قول قلب تصدیق و اقرار، عمل قلب که محبت و رجاء و خوف و بزرگترین ها الولاء و البراء است. الولاء و البراء این عمل قلبی است که باید مثل صحابگان به وجود آید. اگر کسی پیروی به صحابگان نکند پس چی بوده است؟ نولیه ما تولی، نولیه ما تولی، نولیه ما تولی، یعنی ما این انسان رو به همون راهی گمراهی انتخاب کردهش باز ارسالش میکنیم، یعنی به گمراهی باز غوطه میزند و مکانش و جای رفتنش جهنم است. بارک الله فیکم. پس پیروی کردن از منهج انا همین مؤمنین، صحابگان و تابعین، این نشانه خوشبختی است. از همین جهت ما همیشه میگیم که ما قرآن و سنت را به فهمی سلف صالح این امت میفهمیم. دیگر راهی نیست، دیگر نجاتی نیست. همه اهل بدعتی که امروز وجود دارند، کدام بدعتی فرقه ها نباشد، خوارج، قدریه، جبریه، کلابیه، جاحزیه، ابن ابی داود، جهمیه، جعدیه، اشعری و ماتریدی، همشون منهجاً مخالف صحابگان هستند، در منهج صحابگان نیستند و بالخصوص در باب اعتقاد، در باب توحید، در باب کفر بالطاغوت، در باب الولاء و البراء. شیخ سلیمان العلوان حفظه الله و فک اسره میگوید که همه جنگ های رسول الله رو ببینید، اکثرینش یا همه جنگ های صحابگان رو ببینید، اکثرین جنگ های اونها، بسیارترین جنگ های اونها عدد صحابگان 2-3 مراتبه 4-5 مراتبه کمتر از کافرها بود. صحابگان 30,000 نفر، کافرها 200,000 نفر. صحابگان 200 یا 120,000 و ها 600-400,000 نفر. لیکن صحابه ها غلبه میکردن. به خاطر چی؟ سر لباس صحابگان آیا از سر لباس رومی ها و مجوسی ها با قوت‌تر بود؟ نه، سر لباس صحابگان عادی بود، پای لوچو با همین پایافزالای عادی. اما این لشکران روم، لشکران فارس، لباس های آهنین، فارسی ها شیر و پلنگ و حتی فیل داشتن که هجوم میکردن با همین واسطه ها. صحابگان یک اسب، یک شمشیر، یک کمان و لباس عادی، اما غلبه میکردن. سبب چیست؟ سبب غلبه میگن این اسلحه نبود و عدد نبود. عدد سبب غلبه نیست. میگن سبب غلبه یک عملی بزرگ قلبی بود که این تحقیق الولاء و البراء بود، شناختن دوست الله و دوست داشتن همین دوست الله و محبت کردنش و شناختن دشمن الله، شناختن باطل و اهل باطل، شناختن شرک و اهل شرک، شناختن کفر و اهل کفر و بعد دیدن و بغض و عداوت داشتن نسبت او و غلیظ و شدید و سخت بودن نسبت او. انا همین عبادت الولاء و البراء نصیب کرد که صحابگان درجهشون بالا بشه و همیشه غلبه بکنند. امروز هم میگد اگر یک طائفه کوچک الولاء و البراءشون نزدیک به صحابگان باشد، اقتدا به صحابه بکنند، غلبه و سربلندی در دست همین است. امروز مشکلی ما همین است که ما به خاطر الله الولاء و البراء را تطبیق نمی کنیم و این کلمه البته نو در بین برادران مسلمان تاجیکستان معلوم و مشهور شده است.
زیرا که این کلمه را، این دو عبادت بزرگ را، رکن اولی لا اله الا الله را طاغوت ها به تمام هنر ریشه‌کن کرده و گرفته و از منهج اسلامی بیرون کرده بودند. این کفار میخواهند که نام اسلام باشد، اسلام نماز داشته باشد، اسلام روزه داشته باشد، اما کفر به طاغوت الولاء و البراء نداشته باشد. همه برابر هستیم گفتن همین انکار الولاء و البراء است. همین الولاء و البراء البته اولین راه است که ما را به کجا میبرد؟ به سوی هدایت، به سوی غلبه، به سوی سربلندی. نبودن این عبادت به سوی ذلت و خواری. خیلی که در روایت امام مسلم روایت شده است از ابو هریره رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اذا فعلتم بالعینه، زمانی که شما به یک بیعت ربوی، خرید و فروش ربوی عینه مشغول شدید، و اخذتم اذناب البقر، یعنی به دهقانی سخت مشغول شدید، و رضیتم بالزرع، یعنی به کشتکاری مشغول شدید و به همون دهقانی مشغول شدید، و ترکتم الجهاد فی سبیل الله، و ترک کرده جهاد در راه الله، یعنی الولا و البرا شما نابود شد، از همین جهت جهاد نابود میشد. سلط الله علیکم ظله، الله به همین سبب به شما خواری و زاری را میآورد، حتی ترجع الی دینکم لا یرفع حتی ترجع الی دینکم، و این خواری و ذلت از شما نابود نمیشه تا اینکه به دینتون بازگردید. همین چیزی که ترک کردید باید به هم بیایید. و اصلی همون چیز، اصلی عزت الولاء و البراء است. پس صحابگان عزتمندیشون و بزرگیشون از همین بود. الله اکبر. شما نظر بکنید به این عزتمندی صحابگان، به فضیلت صحابگان، که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد پادشاه‌های روم، فارس، مصر میفرستادند، صحابگان چگونه عزتمند و عزیز بودند، چگونه خودشون را نشان میدادند، چگونه عزیز بودند. خصوصا قصه اون صحابه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد مجوس فرستادن نظر بکنید. به فرزندانتون صحابگان رو تعلیم بدهید، بیاموزونید. و همه عزت انمین صحابگان، بار دیگر میگم که در تحقیق و فهم درستی کلمه توحید لا اله الحق الا الله و محمد رسول الله بود. هر کسی که در بالای انمین کلمه آموزش میکند، میفهمد، عمل میکند و شکننده هاش ترک میکند، کوشش میکند، درجه اش البته که روز به روز نزدیک میشود به صحابگان. الله اکبر. بارک الله فیکم. انا این است صحبت امروزه ما، و با همین والله اعلم این موضوع فضیلت صحابگان به پایان رسید، و در حلقه آینده موضوع نوبتی که در کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین آمده است صحبت خواهیم کرد. و موضوع آینده البته که اثبات علو ذات الله سبحانه و تعالی است، یعنی الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است و جدا از خلقش است. در این مسئله صحبت رو در حلقه آینده شروع خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.